ای بشر تا کی تو پنداری که دنیا مال توست؟ ای بشر تا کی تو پنداری که دنیا مال توست؟ ور نپنداری اجل هر لحظه در دنبال توست. آنچه خوردی مال مور و آنچه بردی مال گور، آنچه ماندی مال وارث، آنچه کردی مال توست. چه چیز را با خود میبری؟ آنچه که در زندگی دنیا به گفته پیامبر اکرم علیه السلام اگر خورد خود نابود شد، صرف شکم و معده شد، تمام شد رفت. آنچه را که پوشیدی و صرف زیب و زینت و آرایشت کردی کهنه و فرسوده شد، از دست دادی. و آنچه که جسم و قواره هستی، روح از قالب بدنت که جدا شد، بعدش به خانه گور که سپرده شدی، اونجا قرار گرفتی، این دیگر مال گور هست. این بعد مار و مور و گشتم داخل قبر میخورد. جز تکه سفیر و عنوان کفن چیز دیگر با خود نمیبری. ولی آنچه که از خود پشت سر گذاشتی، او مال میراث